در این پرونده اسم بیشتر از 100 نفر مسئولان حکومت تاجیکستان هست. حتی اگر دادگاه بین المللی دلیل های کافی علیه شخص امام علی رحمان را هم پیدا نکند، چون معمولا رهبران خودکامه دنیا فرمان و دستورات را برای انجام جنایت، کشتار، ربودن انسان ها طرز صادر میکنند که برای خود هیچ ایزی پا یا ایزی دست باقی نگذارد. امام علی رحمان برای در بازار داخلی سیاسی به فروش برآوردن این کالای خود مثل دیگر رهبران دیکتاتوری منطقه با شعارهای بیشتر عوام فریبانه ولی ظاهرا ملت دوستانه یا وطن پرستی این گونه سیاست ها را همیشه داشت و اکثر این شعارها برای سرکوب کردن مخالفین یا از صحنه دور کردن رقبای سیاسی خود است. به نام خدا و سلام بر شما بیننده های نهایت عزیز، هر کجایی که هستین در امان خداوند رحمان و منان باشید. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای همسایه رویکردهای متفاوتی را در قبال این گروه اتخاذ کردند. در این میان تاجیکستان همواره یکی از منتقدان سرسخت طالبان بوده و نگرانی های خود را در مورد امنیت مرز و وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز داشته است. با این حال تحولات اخیر نشان می‌دهد که ممکن است تغییر در این رویکرد در حال شکل گیری باشد. سفر هیئتی از طالبان به دوشنبه برای شرکت در جلسه مربوط به پروژه انتقال برق کاسا هزار و همچنین سفر رئیس یکی از احزاب تاجیکستان به کابل و استقبال گرم طالبان از او سوالات مهمی را در مورد ماهیت و اهداف این تعاملات به وجود آورده است. اخیراً گفته می شود که رئیس جمهور تاجیکستان جرم زدایی کرده از کسانی که در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند و تعدادی را به بهانه ازی که ما کسایی را که دیگر در رسانه‌های اجتماعی نشر و پخش میکنند و در مسائل اسلامی مینویسند محکوم نمیکنیم به این اساس رها کرده است. بدین منظور مهمان من محی الدین کبیری، رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان اینجا با ما حضور دارند. جناب رئیس، به بحث ما خوش آمدید. سلامت باشید مهدی صاحب. شما درود بر شما و با بینندگان شما در هر کجایی که باشید. سلامت باشین جناب رئیس. شما میفهمین که اخیراً دولت تاجیکستان رویکرد متفاوتی را در قبال طالبان اتخاذ کرده است. هیئت طالبان به تاجیکستان میره و در یک جلسه بسیار کلان منطقوی اشتراک میکنه و همچنان دولت تاجیکستان اعلام میداره ای که کسایی که در رسانه‌های اجتماعی موضوعات اسلامی را نشر و پخش میکردن پس از این مجرم نیستند و میتونن آزادانه این اعمال را انجام دهند. و در کنار از این سفر یکی از هیئت‌های بلندپایه احزاب فعال در تاجیکستان به منظوری چه هست و چرا دولت تاجیکستان یک رویکرد متفاوتاً در منطقه را آغاز کرده و در ارتباط با طالبان رویکرد متفاوتی را پیش گرفته است؟ دلیل چه است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. ببینید، من هیچ رویکردی متفاوت یا دیگرگونه را در سیاست‌های امام علی رحمان در قبال حکومت افغانستان و عموما در مسئله قضیه‌هایی که در افغانستان می‌گذرد نمی‌بینم، چون این جزئی همون سیاست‌های قبلی هست که امام علی رحمان به خاطر آنکه یک خود را همچون پشتیبان ارزش‌های ملی و با خود را سازگار کردن با اون روحیه یک کمی ملتگرایی یا وطن پرستی تاجیکان که در منطقه آسیای مرکزی شکل گرفته است. شما می‌دانیم که کشورهای آسیای مرکزی پس از پاشخوری اتحاد شوروی هر کدام با شعارهای بنیاد یا تأسیس دولت‌های ملی رهبران این کشورها شعارهای ملتگرایانه و گاه علیه ملت‌های دیگری منطقه و بر اساس این دارن دولتداری میکنن. این مسئله را شما از روسیه شروع کرده که آقای پوتین با این شعارهای ملتگرایی روس تا ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان هم استثنا نیست و امام علی رحمان برای در بازار داخلی سیاسی به فروش برآوردن این کالای خود مثل دیگر رهبران دیکتاتوری منطقه با شعارهای بیشتر عوام فریبانه ولی ظاهرا
ملت دوستانه یا وطن پرستی، این گونه سیاست ها را همیشه داشت و اکثر این شعارها برای سرکوب کردن مخالفین یا از صحنه دور کردن رقبای سیاسی خود است. از روز اول هم امام رحمان با هیچ حکومت در افغانستان مشکلی نداشت، نه با حکومت قبلی و نه با حکومت امروزه، چون امکان ندارد که امام رحمان درباره تشکیل یا تأسیس یک حکومت همه شمول در افغانستان با رعایت حقوق قومیت ها، مذاهب یا شهروندان صحبت کند، در صورتی که خودش در تاجیکستان نه اینکه یک حکومت همه شمول ندارد، بلکه یک حکومت خانوادگی دارد. حداقل در افغانستان حکومت در دست یک گروه است، در دست یک خانواده نیست، در دست یک قریه و یک دهه نیست. اما در تاجیکستان ما و شما میدونیم که حکومت کاملا در دست یک خانواده هست و در اون هیچ نمایندگی از اقوام و احزاب و از گروه های دیگر نیست، بلکه تمام مخالفین و احزاب سیاسی با شمول رسانه ها و وکلای دفاع و حتی این بلاگرها و فعالان اجتماعی الان یا در زندانن یا کشته شدن یا در هجرت. بنابراین امام رحمان با حکومت افغانستان صرف نظر از آن که در اون حکومت یک حکومت دموکراتیک است یا مذهبی است هیچ مشکل نداشت و نخواهد داشت. تنها اون شعارها فرق میکنن که گاه گاه برای استفاده این شعارها در داخل کشور از آنها استفاده میشه. شما ببینید که مگر با پرتافتن این شعارها یگان عملکرد از جانب امام علی رحمان هست در برابر حکومت‌های منطقه؟ البته که نیست. شما میبینید رابطه‌های اقتصادی، تجارتی، حتی سفرهای دید و بازدید بین دوشنبه و کابل در جریان است و حتی در بالاترین مقام تاجیکستان وزیر امنیت به اصطلاح KGB تاجیکستان از کابل دیدن کرده بود و مقامات بلندپایه حکومت امروزه افغانستان دوشنبه آمدن و حالا شما هم اشاره به آن کردید که یک هیئت اقتصادی و در مسائل انرژی در دوشنبه هست برای شرکت در اون نشست‌های مشترک. اصلا هیچ رویکرد حکومت رحمان در مقایسه با حکومت‌های دیگر در عمل در زمین هیچ فرقی نمی‌کند، مگر اینکه در شعارها برای استفاده این شعارها در داخل و گاه گاه در اروپا بخصوص در بین کشورهایی که یک زاویه دارند با طالبان برای به فروش برآوردن این کالای خود در بازار اینها گاه گاه از اون استفاده میشه. شما از وضعیت تاجیکستان گفتین جناب آقای رئیس، اگر در ارتباط با وضعیت داخلی تاجیکستان شما صحبت بکنین، مردم چقدر از دولت تاجیکستان پشتیبانی میکنن و حالا وضعیت در داخل تاجیکستان چگونه هست؟ شما یک وضعیت جمعی را در تاجیکستان بر ما به تصویر بکشید. ببینید، برای یک بیننده یا شنونده فارس زبان به خصوص شهروندان ایران و افغانستان خیلی دشوار هست درک پوره این وضعیت. چرا؟ چون منطقه ما به خصوص در منطقه فارس زبان در عموما از دست دیکتاتورها و اونم بیشتر با نام مذهب رنج میکشند مردم، با نام حکومت‌های مذهبی. حالا هر حکومتی که با نام سکولاریزم یا با سیاست‌های غیر مذهبی و گاه ضد مذهبی اگر سر قدرت بیاید، از جانب اکثر شهروندان کشورهای فارس زبان پذیرفته می شود و این یکی از دشواری ها هست که برای درک و فهمیدن وضعیت پوره تاجیکستان یک کمی مشکل را به وجود میارد. و برای مثال در تاجیکستان شما می توانید برخلاف کشورهای دیگری همسایه فارس زبان راحت آزادی ها در پوشش لباس، البته در پوشش لباس مذهبی نه، در پوشش لباس های غیر مذهبی، در مثلا کنسرت ها، در نوشیدن، در زندگی عادی مردم شما اصلا هیچ مشکلی را نمیبینید. در صورتی که در مقابل این در تاجیکستان یک نظام واقعا هم دیکتاتوری با معنای تام کلمه وجود دارد که حکومت ما قبلا هم گفتیم خانوادگی هست و تاجیکستان از روی اون نشاندادهای بین المللی، شما گزارش‌های دلخواه سازمان‌های بین المللی که
وضعیت حقوق بشر، دموکراسی و آزادی ها را پیگیری میکند. ما جزء 10 کشوری بسته ترین دنیا هستیم، در قطار کره شمالی، ترکمنستان و حتی از خیلی از کشورهای آسیای مرکزی ما عقب افتادیم. ما مثلا سالهای 2000 بعد از امضای سازشنامه صلح بین تاجیکان، کشور ما در رده کشورهای رو به آزادی، رو به انکشاف بود. ما در آسیای مرکزی بعد از قزاقستان و قرقیزستان در جای سوم بودیم. ازبکستان و ترکمنستان عقب‌تر از ما بودند. الان ما جاهای خود را با خیلی از کشورها عوض کردیم و حتی ازبکستان در این نشاندادها دیگر بالاتر از ما هست. و شما مثلا اشاره کرده در مقدمه‌تان که محمد رحمان گویا جرمزدایی میکند و آمد برای مثال بعضی از در قانونهای کشور تغییرات وارد کرد و اعلان شد، حالا ما عملا ندیدیم، اعلان شد که گویا دیگر برای گذاشتن لایک یا دیدن ویدیوی این یا آن اپوزیسیونر دیگر این جرم شناخته نمیشود. این را باید اولا که در عمل دید. دوم، تاجیکستان، حکومت تاجیکستان درک کرد که در یک تنگنای بین المللی قرار گرفت. ما هم پرونده ایشان را در صحبت قبلی با شما گفته بودیم که به دادگاه بین المللی حق بردیم که ایشان متهم در اونجا به جرم علیه یا جنایت علیه بشریت هست و یکی از دلیل های ما هم در اون پرونده این است که امام علی رحمان تمام خویش و تبار مردم عادی را فقط برای دیدن این یا آن ویدیو یا گذاشتن لایک به مدت‌های طولانی به زندان برده بود. حتی یک نفر رو هنوزم یادم هست که نسیم جان شریپوف که ایشان در روسیه بود، فقط برای گذاشتن یک لایک در ویدیوی من 9 سال زندانی شد که بنده خدا در روسیه بود و اصلا هیچ ربطی به سیاست نداشت. شاید کدام جمله کدام حرف در صحبت‌های ما براش پسند بود. یا یک خانم دیگر را که فرزندش بلاگر است در خارج، در یک صحبت ویدیویی فرزند خودش لایک ماندن به مدت 6 سال زندانی است. الان در زندان است این مادر. فقط جرمش این که به ویدیوی فرزند خودش لایک مانده بود. خب وقتی که این حالت زیاد شد، جامعه جهانی هم به دهشت افتاد و در تمام نشست‌های بین المللی، کنفرانس‌ها، نمایندگان تاجیکستان را به چالش کشیدن که این چه حکومت است، این چه کشورداری هست که برای گذاشتن لایک شما میبرید 9-10 سال طرف رو زندانی میکنید. و امام علی رحمان برای آنکه در چشم جهانیان یک کمی نشان بدهد که دارد جرمزدایی میکند، فضا را باز میکند برای مخالفین، برای مردم، آمد در این قانون رو این تغییرات رو وارد کرد. ولی عملا ما هنوز ندیدیم. برای مثال ما هنوز ندیدیم اون نفران رو که امام علی رحمان برای گذاشتن لایک زندانی کرد اونها رو آزاد کرده باشد، یعنی درک کرده باشد که خب بالاخره ما درک کردیم این اشتباه بود، از اونها پوزش بخواهد. من فکر میکنم که حالا باید کمی منتظر بود تا اینکه دید که در پس این طرح چی میایستد. آیا واقعا او شروع کرد یک روند باز کردن فضا را برای انتقال قدرت به فرزندش، چون نمیخواهد به فرزندش فضای را به میراث بگذارد که تاجیکستان در جزء 10 کشور سربسته دنیا هست. شاید میخواهد فضا را یک کمی باز کند و فرزندش را در یک شرایط بهتر به کرسی ریاست جمهوری بشیناند، یا اینکه در پس این یک طرح دیگر است برای آنکه مردم را یک کمی تشجیع کند که بیان چهره‌های خود را باز کنند در شبکه‌های اجتماعی، لایک بگذارند، جانبداری کنند از این یا آن سیاستمدار یا احزاب اپوزیسیون، تا اینکه شناسایی آنها از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان آسان‌تر شود. جناب آقای رئیس، شما به یک نقطه بسیار حساس اشاره کردین. ما هم طوری که برداشت ما هست و برداشت کردیم از یک چنین وضعیت، احتمالاً به خاطر شناسایی بعضی از افراد یک چنین فضایی را اینا باز کرده باشند تا ای که بتانن اپوزیسیون و طرفداران اپوزیسیون بیشتر بشناسن و اینا خطرزدایی بکنن از تاجیکستان، تا ای که جرم زدایی به وجود بیاید اینا خطرزدایی بکنن از تاجیکستان. به نظر شما آیا هنوز هم مردم تاجیکستان فریب یک چنین توطئه ها را میخورند در داخل تاجیکستان؟
ببینید منطقه ما در مجموع یک منطقه بسته هست. اگرچه الان زمان اینترنت هست، مردم دسترسی به شبکه ها و رسانه ها دارن، اما ببینید که ما هنوز هم در اون فضای اطلاعاتی که از یک طرف پروپاگاند روسیه هست که از زمان شوروی باقی مانده است، با همون اسلوب با همون شکل تبلیغات خود را میبرد. از طرف دیگر رسانه های حکومتی، ما در کشور هیچ رسانه مستقل نداریم، نه تلویزیون، نه رادیو، نه روزنامه و مجله ها، اصلا هیچ رسانه مستقل ندارن که با مردم اطلاع رسانی کند. دیدن و پیگیری کردن خواندن رسانه ها یا شنیدن رسانه های خارجی حتی فارس زبان هم تا این لحظه جرم بود. حالا من نمیدونم بعد از این آیا جرم شناخته می شود یا نه. تا اگر حکومت تاجیکستان اون نفرانی را که برای چنین فعالیت زندانی کرد اگر آزاد نکند، ما نباید باور کنیم که این واقعا جرم زدایی است. این بیشتر به اصطلاح شما خطر زدایی شاید باشد و ما باید یک کمی منتظر بمانیم. اما ببینید حتی رسانه‌های فارسی جز یک چند شبکه مستقل مثل شما، مثل شبکه‌های ما، حتی رسانه‌های فارس زبان مثل بی بی سی فارسی، افغانستان اینترنشنال، ایران اینترنشنال از تاجیکستان تنها درباره رقص و سرود و حالا یگان مراسم‌های فرهنگی مثل برای مثال 9 می روز جشن غلبه، پیروزی بر آلمان فاشیستی، از اینا گزارش میداد. اصلا اون که در تاجیکستان چی میگذرد، در زندان‌های تاجیکستان چی میگذرد، در مناسبت حکومت با اپوزیسیون، با مردم، با ملت چی است، اصلا شما هیچ گزارشی را نمیبینید. ملت تاجیک در یک میتوان گفت که در یک فضای بسته اطلاعاتی قرار دارد و در چنین شرایط دلخواه ملت هم میتونه در چنین حالت باشد که هر چی حکومت میگه به همون باور خواهد کرد. برای مثال شما فرق بین کره جنوبی و کره شمالی را ببینید. یک ملت، یک زبان، یک دین، یک فرهنگ، 70 سال پیش اینها یک کشور بودند، اما در دوام این 70 سالی که کشور به دو تقسیم شد، شما الان فضای اطلاعاتی، سیاسی و جهانبینی مردم کره شمالی را مقایسه کنید با کره جنوبی. مردم کره جنوبی در چی وضعیتند؟ چی استحصال میکنن؟ به چه دستاوردهای تکنولوژی رسیدن و چگونه حکومت داری دارن؟ مردم کره شمالی چی است؟ تاجیکستان ما هم که در طول 70 سال شوروی و در این 30 سال حکومت خانوادگی در یک چندین نسل در یک فضای تربیت شد که اینا تجربه داشتن دموکراسی، حقوق بشر، رسانه آزاد را ملت نداشت و خیلی در چنین شرایط خیلی کاری دشوار است که شما بتوانید به مردم واقعیت‌های زندگیش رو برسانید. جناب کبیری صاحب، شما در ارتباط با پرونده آقای امام علی رحمان بگویید طی این یک ماه یا یک نیم ماه چقدر پرونده پیش رفته و شما آیا تا به حال جلسه برگزار کردین یا خیر؟ بله، ما با وکلای خودمان، با اون تیم وکلا در تماس دائمی هستیم. هفته‌ای جلسه داریم و از رفتی پرونده آگاه میشویم. البته باید گفت که متخصصان ساحه خوب میدونن که پرونده که به دادگاه بین المللی فرستاده میشود معمولا سالها طول میکشد تا اینکه کارشناسان را راستازمایی کنند، بیاموزند و اگر مشکلی در پرونده است اون را برگردانند به طرفی که این را ارائه کرده است. و تا به حال ما از طرف متخصصان دادگاه بین المللی هیچ اعراض به پرونده نیست، در مرحله بررسی هست و ما دنبال تکمیل پرونده های هستیم. به اضافه به اون 60 پرونده که به دادگاه رفت، ما تلاش داریم که اون شماره پرونده های آماده را به سطح بیشتر برسونیم و اما این را هم بگم که دادگاه بین المللی کافی است که همون روند بررسی را با همون 60 پرونده وارد شده آغاز کند. اگر هر روزه که تصمیم گرفتن، اون اطلاع اولیه که با ما رسید این است که الان در دست دادگاه بین المللی چندین پرونده های سنگین وجود دارد، از پرونده نتانیاهو شروع کرده تا پوتین و چندین رهبران و چندین حزب و حرکت های تروریستی دیگر
و اینها طبیعی است که هر کدام اینا با نوبت خود باید که بحث و بررسی شوند، اما امیدوارم که به زودی خبری از دادگاه بین المللی به ما رسیده باشد. جناب کبیری صاحب، ما در سوالات قبلی که از شما داشتیم و در مصاحبه قبلی، یگانه سوالی که از پیش ما باز مانده بود امی بود که آیا این پرونده تنها مربوط به آقای رحمان است یا حواریون و اطرافیان نزدیک آقای رحمان هم در بر میگیره؟ چگونه هست؟ نه، در این پرونده اسم بیشتر از 100 نفر مسئولان حکومت تاجیکستان هست. حتی اگر دادگاه بین المللی دلیل های کافی علیه شخص امام علی رحمان را هم پیدا نکند، چون معمولا رهبران خودکامه دنیا فرمان و دستورات را برای انجام جنایت، کشتار، ربودن انسان ها طرز صادر میکنن که برای خود هیچ ایزی پا یا ایزی دست باقی نگذارن. معمولا این کارها را در سطح وزیران، در سطح مسئولین و مامورین دیگر انجام خواهند داد و بنابراین خود وکیلان و خود متخصصان دادگاه به ما تاکید کردند که چون با اون تجربه که دیکتاتورها دارند، پیدا کردن دلیل مستقیم برای دست داشتن در چنین جنایت‌ها برای رهبران کشورها کاری ساده نیست، اما چون خود جنایت صادر شده است و اسمی بیشتر از 100 نفر مسئول حکومت تاجیکستان در این پرونده وجود دارد، احتمال دارد که کدام از وزیران، کدام از مسئول زندانها یا اونهایی که در قتل و کشتار و ربودن و گروگانگیری انسانها دست داشتن، نسبت چندی از اینها هم پرونده جنایی باز شود. به عنوان آخرین پرسش، اگر شما لطف بکنین بگویین که اگر دولت تاجیکستان طالبان را به رسمیت بشناسه و اینجا اپوزیسیون تاجیکستان که اکثرا نزدیک هستند با طالبان و خیلی روابط خوب دارند با طالبان در پشت صحنه، به نظر شما وضعیت اپوزیسیون به کدام سو میره؟ ببینید، در سیاست جهانی یک قاعده عمومی است، عملی به مثل. و حالا این مسئله قبول داشتن نداشتن نیست، مسئله مقبولیت مثلا یا همکاری ایدئولوژیک هست یا نیست، این مسئله کاملا دیگر است. چون حکومت تاجیکستان بیشتر از 3 سال می شود که میزبان یک بخشی از اپوزیسیون افغانستان هست و این را پنهان هم نکرده است. حکومت فعلی افغانستان تا به حال هیچ اقدامی یا هیچ عملی به مثل نشان نداد و ما نباید از این خیلی هم تعجب کنیم و خیلی هم این را یک عملی اصلا بیرون از قاعده بدانیم. وقتی که یک کشور نسبت کشور دیگر عملی به مثل انجام میدهد، اون کاری که برای حکومت تاجیکستان جایز است چرا برای حکومت دیگر جایز نباشد؟ اگر یعنی حالا من اینجا بحثی آن که حق است و که ناحق ندارم، این در قاعده سیاسی بین المللی یک قاعده خیلی معروف است، عادی هست و این کاری که اخیراً انجام شد و سفر یکی از رهبران یکی از احزاب اپوزیسیونی تاجیکستان به کابل، این را باید در قالب یک عمل جوابی حکومت افغانستان دانست اگر این را قبول کرده باشیم که این سفر با همکاری یا هماهنگی مقامات کابل صورت گرفته باشد. این میتواند در نتیجه یک همکاری با نهادهای مردمی یا غیر حکومتی افغانستان عملی شده باشد. حالا هرچی هم باشد، من فکر میکنم که یک پیام بسیار قوی به حکومت تاجیکستان بود، به منطقه بود و این درک از آن میدهد که صبر کابل هم دارد در برابر دوشنبه یواش یواش تمام می شود، چون بارها از این رفتارهای حکومت تاجیکستان کابل هشدار داده بود، اما مثل که نادیده می گرفته میشه. حالا ببینیم که از این به بعد چی میشه. من این تغییرات را نه یک کار خیلی هم فوق‌العاده میدونم، یک کار خیلی هم طبیعی عادی باید قبول کرد و باید دید که کار به کجا میکشد. سلامت باشین جناب محترم کبیری صاحب، از اینکه فرصتتان در اختیار شبکه خبری و اطلاع رسانی افغانستان چنگال قرار دادین. انشالله در برنامه‌های بعدی از شما بیشتر خواهیم شنید و وضعیت تاجیکستان و منطقه را از شما جویا خواهیم شد. ممنون از حضورتان. موفق باشید.